سرخط مهمترین خبرها: وزارت کارهای داخلی دست داشتن کارمندان نهاد زیرتابعش در صدمه را رد کرد. یک راه انتقال پول به تاجیکستان محدود شد و سفارت افغانستان تعداد بورسیه‌های جدا کرده تاجیکستان را ناکافی خواند. درود بینندگان عزیز و صبح پنجشنبه‌تان بخیر باشد. با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 27 ایول است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با پخش اظهارات گفت کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی یا گی در صدمه پرقربانی در ناحیه عبدالرحمن جامع دست نداشتند. روز 21 ایول در پی به دریا سرازیر شدن یک ماشین 6 کس از جمله 3 کودک به هلاکت رسیدند. 2 نفر دیگر در این حادثه مجروح شدند. یک ساکن ناحیه عبدالرحمن جامع به رادیوی آزادی گفت ماشینی که به صدمه دچار شد برای اطاعت نکردن به امر ناظران گی از جانب ناظران تعقیب میشد و احتمال هنگام فرار با سرعت بلند به صدمه دچار شد. وزارت کارهای داخلی 26 ایول در سامانه اش نوشت این آوازه ها اساس واقعی ندارند. در حالی که خبرنگاران مستقلانه با 2 نفر زنده مانده از این حادثه ها صحبت نکردند، وزارت از نام آنها نوشته است آنها حالت تعقیب نمودن اتومبیل تمغه اپل استرا را از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی رد نمودند. مقامات میگویند فعلا دادستانی حادثه را تحقیق دارد. در تاجیکستان صدمه های پرقربانی به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. همه روزه از گوشه و کنار کشور خبر هلاکت ساکنان در صدمه های نقلیاتی رسانه‌ای می شود. از جمله روز 2 ایول در یک سانحه نقلیاتی در ناحیه فیض‌آباد 11 کس به هلاکت رسیده، 4 نفر مجروح شدند. بعد تحریم شدن یونیستریم از سوی امریکا، بانک‌های کلانترین تاجیکستان کار با این نظام انتقال مبلغ را محدود کردند. روز 26 ایول در چند بانک تاجیکستان از جمله امانت بانک، اسخات، اروان، سپیتامین، الف، تشکیلات‌های قرضی هما و ایمان اینترنشنال گفتند انتقال دلار و یورو به واسطه یونیستریم قطع شده است. مسئولین این بانک‌ها گفتند فعلا به واسطه نظام یونیستریم تنها روبل روسی انتقال می‌دهند. در مرکز کار با مشتریان امانت بانک گفتند اگر از خارج به تاجیکستان به واسطه یونیستریم مبلغ فرستند آن را پرداخت می‌کنند، ولی از تاجیکستان به واسطه این نظام به خارج مبلغ نمی‌فرستند. مسئولان بانک الف گفتند به جای نظام یونیستریم مشتریان می‌توانند به کشورهای اروپایی طریق نظام وسترن یونیون مبلغ فرستند، اما حجم مبلغ انتقال شده محدود است. از یونیستریم مهاجران مهنتی بیشتر برای انتقال مبلغ به خانواده‌هایشان استفاده می‌برند. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. مسئولین کارخانه خواجگی منزلی کمونالی میگویند تا سال 2030 100% اهالی تاجیکستان با آب تازه آشامیدنی تامین خواهند شد. در این باره مسئولین این اداره ضمن نشست خبر اطلاع دادند. در این نشست که روز 26 ایول برگزار شد همچنین گفتند نرخ تامینات آب در وقت‌های نزدیک تغییر نمی‌یابد. گزارش بعدی ما در همین باره است. در یک نشست خبری که 26 ایول برگزار شد، نمایندگان کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان تاکید کردند که در حال حاضر حدود 65.8% جمعیت کشور به آب آشامیدنی دسترسی دارند. رجبعلی رسولزاده، معاون مدیر کل کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، خاطر نشان کرد که مقامات یکجا با سازمان‌های بین المللی در تلاش هستند تا برنامه را با هدف تأمین ساکنان به آب آشامیدنی تا سال 2030 تهیه کنند. برنامه در حالت آماده باشی قرار دارد. تا آخر سال به نقشه گرفته شدند که در دایره بررسی وزارت اداره ها بعداً به حکومت جمهوری تاجیکستان برای تصدیق گردیدن ارسال کرده می شود. طبق این برنامه مرحله به مرحله مشکلات مربوط به دسترسی ساکنان به آب آشامیدنی و کاریز حل کرده می شود. علاوه نمود رسولزاده. فاضل جان رحیموف، یک متخصص آب تامین کنی، میگوید منظور 65.8% گفتنی راهبریت کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی به موضوع دسترسی به آب آشامیدنی مرکزانیده شده ربط دارد. اهالی همش آب دارند، به آب زندگی کنه میشود که
فقط همون نوعی دوردست در کوهستان و یا بحر و ماشین قطع میبرن مثل بعضی جوش خیلی بو ای کانال و ای نهر و ای کانالوی کمیته زمین آبیاری استفاده میکنن. به آب زندگی کردن نمیشه که خیلی شرط متمرکز ای کارخانه‌ای که پایگاه آب تامین کنی دارن. با این حال باید تاکید کرد که برخی از ساکنان در سال گذشته نگرانی خود را در مورد عدم دسترسی به آب آشامیدنی ابراز کردند. مسئولان این نهاد تاکید کردند که معیارهای استفاده آب برای ساکنان در تاجیکستان سال 2018 تصدیق شده. برای یک نفر در دهات 95 لیتر و در شهرها تا 360 لیتر در یک شبانه روز مقرر شده است. امسال تاجیکستان برای شهروندان افغانستان 40 بورس یا کواتا برای تحصیل جدا کرده است. خبرگزاری از پلوس از قبل مسئولین وزارت معارف نوشته است در بورسیه ها معروفترین اختصاص های دانشگاه های با نفوذ تاجیکستان شامل است. نوروز مرزا سخنگوی وزارت معارف به از پلوس گفته است سالهای گذشته برای افغانستانی ها 50 بورس جدا می شد که یک قسم آن به ختم کنندگان مکتب های افغانستان و قسم دیگرش به افغانستانی های مقیم تاجیکستان پیشنهاد می شد. ولی نماینده سفارت افغانستان در تاجیکستان گفته است بورسیه ها کم و اختصاص های لازمی کم است. بشیرالله توحیدی سردار بخش معارف سفارت افغانستان در تاجیکستان هم با از پلوس گفته است از سبب آنکه محصلین از افغانستان امسال آمده نمیتوانند 40 بورس جدا شده به افغانستانی های مقیم تاجیکستان داده می شود. نماینده سفارت افغانستان گفته است بیشتری محصلین افغانستانی نمیخواهند در آن اختصاص های تحصیل کنند که وزارت معارف جدا کرده است. با گفته بشیرالله توحیدی خوانندگان افغان بیشتر میخواهند در رشته طب تحصیل کنند اما بورسیه در این بخش کم است. دومای دولتی یا پارلمان روسیه تصمیم دارد به نوسربازان اجازه دهد که بعد یک ماه شروع خدمت حربی با وزارت مدافع شرطنامه بسته و به خط جنگ ضد اوکراین روند. عین زمان نوسربازان تنها بعد 3 ماه شروع خدمت حربی حق دارند با وزارت مدافع شرطنامه بندند. بنا به تغییرات وزارت مدافع روسیه حق پیدا میکند که در زمان موبیلیزاسیون حالت نظامی سر زدن نیروهای مسلحانه عملیات ضد تروریستی اینچنین هنگام استفاده ارتش در خارج با نوسربازان شرطنامه امضا کند. کشورهای غربی میگن روسیه بعد حمله بی‌دلیلش به اوکراین سربازان زیاد تلف داد و به نیروی نو احتیاج دارد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بخازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 ایول را فرا میگیرد. 27 ایول سال 2005 دفتر کمیساریات سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان در یک اعتراضنامه از اخراج 10 شهروند افغانستان و یک شهروند نیگریا انتقاد کرد. این سازمان گفت تاجیکستان برخلاف عهده‌داری‌های بین‌المللی‌اش با این افرادی که سند نداشتند یاری حقوقی نرسانیده آنها را از خاکش بیرون کرد. در تاجیکستان صدها پناهجویان اساساً از افغانستان زندگی می‌کنند و از شرایط ناکافی اجتماعی و حقوقی شکایت دارند. 27 ایول سال 2008 وزارت فرهنگ تاجیکستان منع فعالیت 2 سازمان دینی غیر اسلامی گروه نصرانی حیات فراوان و جماعت ایمانداران را تمدید کرد. در تاجیکستان فعالیت‌های سازمان‌های دینی تحت نظارت شدید بوده. در سال‌های استقلالیت سازمان‌های زیادی غیر اسلامی مثل شاهدان یهوه منع شدند. 27 ایول سال 1935 مرات اوریپوف یکی از معروفترین ستاره‌های سینمای تاجیک تولد شده است. تماشابینان او را از روی نقش‌های اساسی‌اش در فیلم قسمت شاعر ابوعلی سینا، سرگذشت‌های خواجه نصرالدین و دیگرها یاد دارند. سال 2018 در دوشنبه درگذشت. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 119 و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1093 سوم ارزش دارد. قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و azadi.mobi پیدا کنید. خود را احتیاط کنید. خدا نگهدارتان.